در چنگ سربازان گمنام ولایت وقتی ویروس ناخوانده مهار می شود. واکنش مسئولین در مهار ویروس کرونا. در خدمت دکتر کله کرونایی، رئیس ستاد مبارزه با کرونا و از پژوهشگران میکروب شناسی و آسیب شناسی و از اساتید مهار بحران هستیم و قصد داریم گفتگویی با ایشون داشته باشیم. دکتر سلام. بنده هم سلام دارم خدمت تو و خیر مقدم میگم به کرونا. خیر مقدم به کرونا؟ کرونا خیر مقدم داره مگه؟ اگه ارز دولتی بهش تعلق گرفته باشه و قیمت اولیش با قیمت فروشش توی بازار خیلی اختلاف قیمت داشته باشه، خیر مقدم که هیچی، درد و بلاش بخوره تو سر ایران خودرو. ببخشید من متوجه نمیشم. حالا وقتی سوارش شدی، یه معکوس باهاش کشیدی، از ماساژورای صندلیش استفاده کردی، متوجه میشی. آقای دکتر شما دارید تویوتا کرونا رو میگی. موضوع گفتگوی ما درباره ویروس کرونا است. ویروس؟ کرونا؟ نگو، مگه اومده؟ متاسفانه بله. خب این موضوع چه ربطی به من داره؟ میخوای منو کرونایی کنی؟ کرونا چه دخلی به من داره مرد حسابی؟ آقای دکتر مگه شما رئیس ستاد مبارزه با کرونا نیستید؟ ای بابا، اون یکی از شغلامه. بعدم نه الان، هر وقت شرایط بحرانی شد. تازه اگه شرایط بحرانی بشم خود مردم باید آستین بالا بزنن. در اون شرایط شما هم به اندازه من مسئولیت داری. یعنی چی؟ بعد فرقمون چی میشه؟ هیچی، فقط من بابت مسئولیتم پول میگیرم، تو نمیگیری، همین. یعنی شما بالاخره برای مقابله با کرونا چی کار میخواید بکنید؟ اول خودم میرم تست میدم، بعد آقازاده هامو میفرستم، بعد برای تک تک اعضای خانواده کیت میگیرم، بعدم دست جمعی میریم کانادا، اونجا خودمونو قرنطینه میکنیم. شما هم نگران نباش، برو جای گرم، آش گرم بخور، همه چی درست میشه. بای بای.